که تو اگر خودتو بسپری به من، بنده من باش، بنده دین باش، نه مزدور دیو. اگه بنده من شدی، بنده من یعنی چی؟ بنده من هم نیست که مثلا بگی خیلی خوب من بنده تو شدم. این حرف که نیست. بنده خدا که حرف نیست. بایستی که لحظه به لحظه زندگی بندگی خداوند باشه. یعنی خواستی راه بری، حرکت بکنی، حرف بزنی، معامله بکنی، ازدواج، همه اینا بندگی خدا باید باشه. یعنی لحظه به لحظه سرت در برابر حق خاضع باشه. بگی حق با ایشون، حق با اوشون. حق نیست که من این کارو بکنم، حق نیست که ارتباط اینطور حرف بزنم. حق رو لحظه به لحظه بشناسی و را این میشه بندگی. بندگی که نیست که مثلا فقط یه نمازی، البته اون جز واجبات فرائض دین رو انجام میدی، اون برای این بوده که یادت باشه بندگی. نماز تذکار بندگیه که یادت نره که بنده خدایا، یادت باشه که گفتی امروز صبح یادت هست گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس حالا الانم بایستی که بگی من فقط از اون استعانت میخوام. اینجا اومدی از یکی دیگه استعانت گرفتی. مسونی در حرم امن، حتی از بیماری های ظاهری هم مسونی. الان فهمیدن که بیماری ها محصول گناهان بشره. بشر یه کار خطایی میکنه، یه خودی کم سردرد میگرنی نمیگیره که. سردرد میگرنی رو الان فهمیدن که یعنی اشتباه داری میری، یه کار خطایی داری میکنی که سردرد گرفتی. این اخطار داره بهت میکنه. دردها اخطار هستن که تو یه کار اشتباهی داری میکنی، یا زیاد خوردی یا کم خوردی یا نخوردی یا نخوابیدی، باید به موقع بخواب و کارت انجام بدی.